جخ امروز از مادر نزادم، نه عمر جهان بر من گذشته است. نزدیکترین خاطره ام خاطره قرن هاست. آزاد شدیم از دیکتاتوری، پدر سوخته، ولد زنا. آزاد شدیم، آزاد از طرف پروردگار. هنوز شرکت نکردم. دلم خیلی میخواد شرکت کنم، ولی هنوز از محتوای جمهوری اسلامی هیچ گونه اطلاعی ندارم. شما چی آقا؟ من برخلاف خانمم، منم مایلم البته امروز در رفراندوم شرکت کنیم، ولی من تصمیممو میدونم و به جمهوری اسلامی رای خواهم داد. آزادیم کربلا کربلا ما داریم میراییم مشرای مظلوم مثل مجنون دادیم کربلا کربلا ما داریم میراییم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا لله و انا الیه راجعون. روح بلند پیشوای مسلمانان و رهبر آزادگان جهان حضرت امام خمینی به ملکوت اعلی پیوست. ما یکی از احتجاجاتمون با امام این بود که شما اگر آقای منتظری رو کنار بگذارید ما در رهبری دچار مشکل میشیم. شورایی رو، امام هم شورایی رو خیلی تمایل نداشتن هیچ وقت. فردم ما گفتیم ما فردی رو نداریم الان که مطرح بکنیم تو جامعه، چون ما فرضمون در مرجعیت بود و با همون مسائل بود. اما فرمودن چرا ندارید آقای خامنه‌ای؟ خدایا یه معجزه برای منم، یه معجزه بفرست مثل ابراهیم. شاید معجزه من یه حرکت کوچیک بیشتر نباشه، یه چرخش، یه جهش، یه این طرفی یه اون طرفی. یه فرصت برای تیم ایران، اونجا خط تو دروازه، کی دروازه؟ کریم باقری از تو دروازه استرالیا که باز میشه. بله، گل برای ایران. بفرمان برن. همه اونایی که فکر میکنن ما یخچال و کولر و دانشگاه گرفتیم حالا خوشی زده زیر دل ما، بیان برن. ما توقعی نداشتیم. ما سر زمین بودیم با تراکتور. جنگم که تموم شد برگشتم سر همون زمین بی تراکتور. آجا بود دفترچه بیمم نگرفتم. از جناب آقای بیضایی برادر عزیزمون جناب آقای نبوی نام بردند و ایشون رو نکوهش کردند. مهمتر از همه است و ذهن من را مشغول کرده است حمله به خوابگاه جوانان و دانشجویان است. انشاءالله بعد از بنده کسانی خواهند اومد که عمل خواهند کرد و شما نتیجه عملشون رو خواهید دید. اگه بیاد ببره داستان و فیلم شروع میشه. اگه ما ببریم دم خونش بازم شروع میشه. اگه بهش ندیم که ما اینجوری ها نیستیم. و نهمین انتخابات ریاست جمهوری مایه عزت و افتخار ایران اسلامی گشت. قربونت برم، رفتار رحیمانه، امنیت اخلاقی، سردار رادان، این حرف زدن با دزد و نمیدونم جبر و ایناش درسته؟ من اینجا رو میکشتم. دنیا چرا اینطوری میشه مرتضی؟ کی به کیه؟ من تاوانه چی رو باید پس بدم؟ چی رو؟ در مقابل من زیادتر خواهد بود و شاید توفیق بنده در این که خواستی که مردم دارن به انجام بدم با هزینه بیشتری خواهد شد. آقای مهندس موسوی
با هزینه کمتری من فکر میکنم که میتونه حداقلش این وضع تغییر میکنه. من یه فرد انقلابی هستم، اینجا دارم صحبت میکنم و بر اساس اعتراض به این وضعیتی که ایشون به وجود آورده دارم صحبت میکنم. اگه نبود که بنده که نمیخواستم که در این مملکت بیام دوباره کار. تفنگت را زمین بگذار، تفنگت را زمین بگذار که من بیزارم از دیدار. الانم میگم یک سربازم، از رو هم نمیرم مگه از جسد من رچم. من سرباز این نظامم، سرباز ولایتم و که از خواب بیدار بشن، فکر نکنن که آنها میتونن برای ما شرط بگذارن، حرفای 1 سال پیش عده‌ای رو بلغور کنن و باز برگردن به سر خط، اول خط. این نظام اسلامی است. ترجیح میدی یعنی چه؟ این کاری که ما دوتا با هم شروع کردیم حاج آقا، بعد از 1 سال و نیم دوندگی و خرج و مخارج بالاخره ویزای اقامت ما اومده. 6 ماهی که الان ویزا اومده، 40 روز دیگه هم باطل میشه. برای چی باید این موقعیت رو از دست بدیم؟ شاکی روزگار منم، تموم این شهر متهم، یه حادثه چند ساعته با من میاد قدم قدم، زخما دهن وا میکنم وقتی دل از دشنه پره، دست منو بگیر که پام رو خون عشقم میسره. بگو که از کدوم طرف میشه به آرامش رسید وقتی تو چشم هر کسی برق فریبا میشه دید. راه ضیافتو به من دست یکی نشون میده وقتی که حتی گل سرخ این روزا بوی خون میده. وقتی زندگی با چاقو قسمت میشه، وقتی رفاقت‌ها خیانت میشه، محکمت رو تو خیابون برپا کن. وقتی که عشق هم رنگ نفرت میشه، تمرین مرگ میکنم تو گوده این پیاده رو. یه چیزی انگار گم شده توی نگاه من و تو. دارم به داشتن یه زخم تو سینه عادت میکنم، دارم شبامو با تنه یه مرد قسمت میکنم.